اگر حمایت مستقیم از مردم ایران انجام نشود، مبارزه ما طولانی‌تر خواهد بود، دشوارتر خواهد بود، شاید تلفات بیشتری هم در راه باشه. اما ما همه حاضریم جونمون رو در این راه بگذاریم، من جمله خود ما. ولی اینجاست اصل موضوع. اگر دنیا نگران جنگ هست، اگر دنیا میگوید نگران از دست رفتن جان افراد بیگناه هست، اگر راست میگن چرا همچنان با این حکومت میخوان مماشات کنن؟ چرا نمیان بعد از 47 سال رو خود مردم ایران به عنوان یک راه حل سرمایه گذاری بکنن؟